چراغ خونم خاموش امشب، کجایی مادر خوبم کجایی؟ کجایی تا کشی دست محبت، چو طفلان بر سر و رویم کجایی؟ کجایی مادر خوبم کجایی؟ کجایی؟ کجایی یار محبوبم کجایی؟ کجایی؟ هنوزم جز رای دامان تو رایی نجویم، کجایی تا برایم قصه گویی قصه گویم؟ هنوزم جز رای دامان تو رایی نجویم، کجایی تا برایم قصه گویی قصه گویم؟ کجایی مادر خوبم کجایی؟ کجایی؟ کجایی یار محبوبم کجایی؟ کجایی؟ چراغ خونم خاموش امشب، کجایی مادر خوبم کجایی؟ کجایی تا کشی دست محبت، چو طفلان بر سر و رویم کجایی؟ کجایی؟ بس خوندن. خب بفرمایید عمل کنه. میگم وقتی تو مدام که من شروع کردم به خوندن گپم دلیل و دلایل. میگم وقتی خوندن نی وقتی که من دیگ بار میکنم نماز دیگه شد وقتی برو خونه مامان روز هم دیگ بستون بیار وقتی دیگه بیچاره که دیره بردم بعده. خود دیگ بار میکنم خود که بردم دیگه کار نبند بود دیگه بردم مال من دیگ خونه مایو. یعنی میگه دیگه دیشب به درد نخورده. دیگه وی خود دیشب بردم به کار داشتم مثل میمون داشتم دیگ کلونه بوده حالا بیا که من میمون دارم. خب دیگه بار میکنم وقتی خوندن حرکت کو. به ما خوننده شده اینجا با خوندن میکنه. خب زودی دیگه مطالم خب مطالم به خب ما راه میرم دیگه بدو. خب بده دیگه زودتره. من کرچی خیلی بگیرم سواشون. من نمیفهم زودتر دیگه بیا که من دیگه بار میکنم برنجا کدیشه زودی دیگه. ای بابا از اون حال گپ زدن نمیشه. السلام علیکم گیلک جان خوبی بخیر اختیاری سلامت بفرمایید یا راستی شوکو کجی جان بله برای من سرا شما دیرو عباس اشته خونو که اشته باد می آید دیره عباس برار تو از سرا ما دیگی آورده خوب اما دیگ ما اگه کار شما بچلیده خلاص شده منه که بده مخاطر که ما میمون داریم خوبه چشم همین جگاه یک دقیقه بشید داشته دیر که ای آره گیلک آره این هم خیر بینید دست شما در تشکر از شما تشکر با چریت سنگین البته غذا داره نه از ما کجی جو یک دیگی بیدم برارم دیشب دیگ شما جوجه کنه گردانم من دیگ تو اینه؟ یکی دیگ شما یکی همین برارم امره این جوجی هونه این جوجه یعنی دیگ جوجه کدن؟ بله ای که با مادر خب برم سفید بخورم به زن خود سفید بخورم بگم که دیگ بگم زن میگم بگم دیگ ما جوجه کده ای که سر خود شاید بشکنه دیگه یعنی یالی از مانه دیگه؟ بله هرچی تا شما این جوجه دیگ مانه یعنی بچه منه نه دیگه او دیگه من نمیفهم خب همین جوجه دیگ شما خیر بینی باشه شما خیر بینی خداوند تو خیر بده کاکا زنده باشی اگه ایت باشه مردم همیشه بیای به آدم دیگ بده به همسایه که جوجه کنه به ما 2 تا جوجه بخیر
گلگوته گلگوته لال اومده گل اومده ماما دال اومد لال اومده گل اومده ماما دال اومد گلگوته یلغه طلایی اسم چوب کن یه حلقه طلایی اسمم روی نوشته که بندازم به گردنت که دیگ ما هم بزیده یه حلقه طلایی اسم تو روش نوشته میخوام بندازم به گردنت که دیگ ما جوجه کرده جوجه کرده دیگ ما جوجه کرده. دیونه برو همیشه ظرف بخر دیگ بخر کمپل بخر بفهمیدی که بدیم به همسایا بدیم این دیگ ما جوجه کرده سی که هم رنگی و هم قطیو. این دیگه جوجی از اینه؟ ها این دیگه که همسایه داده بودم که اینه این که نبوده برفتم مثلا کجی نامی گفتم دیگ مار بدیم دیگ مار بردش بیا ولک دیدم میام تا دیگه یا چیه گفتک دیگ شما دیشب جوجه کرده این جوجی از اینه؟ بله ایشته خوب نمیشه یک دیگه هم بودم که برای ببوری دوباره او جوجه کنه نه خب باشه بیایم برات دیگ تو نه میگم اینا مکته شدن یک دیگه اونا بیا از این گدایم بلکه این دفعه دورو بیا صبر کن تو اونا که بیا از این گدایم خب اونا هر دم مخته شدن برات کمپل میایم برات چلیم میایم برات دیگ میایم برات ترمز میایم مثل که با بیامدن نه در سبب که میامدم این دفعه دیگ کتتر بده که بلکن دو قلوب از دایه میگو اشته خوب به خدا دل جمع شده بسه کنی تا جا میشه سر وقت جا میشه دیگه تا دیگ بده که جوجی ماما اونه دیگه نه سیکو نرستی به قرآن جوجی اونه خواسته همه اندر نیه میگو خدا ورده ببر بخونه ورده ببر یک سطح اولا سر شما یک سر خوندن میکنه با خوشش نمیگم دیگه زودتر بیارن که دیگه بار کن میگم دیگه هم میرم خب هر وقت برای دیگه نه باشه تا نه بعد میگم اینا مخته شدن این دفعه دیگه رسید دیگه ناسوز بده خوب ناسوز دوغلو میاره خب بعد دوغلو میاره با جملی برو ناسوزا جملی میاره بده ما پیار مادر خطاله داریم ای بابا ای پیارم یکی نگازی بپرسه یک دیگ کلونه بوستو دیگه میشه که ممدن به درم سرام سویا بریم برای دیگ گیلک جان پای بخیر سلامتی پیارستی بفرمایید زنده باشید همه دیرو که بیامدی برات دیگ انا خاطری که میمون آماده برای ما میمون داریم همه دیگ اگه با کار شما نیه همه دیگ مال بیاره دیگ بله ما سعی کنم بابا همین گیلک بیامده میفهمید چی میگه چی میگه؟ همین دیرو از اونا دیگ آورد کجیر خب دیگ آوردیم و خونه میمون داشتیم خب با بیامده برای دیگ خب ما برای کجیر گفتم که یک دیگر خوردم و تا دیگ بگذارم آفرین بابا نیه گفتم دیگ شما جوجه داده با کجیر به دست داده با باز نامد بفتیم با دیگ آوردیم شما نگفتیم برو دیگ بیار گفتم که برو دیگر دیگ ناسوزی داد بیار من برای دیگ خواهم میگه دیگ ما بیاره چی بگم برای او؟ برای بگو دیگ شما فوت کرده با بیلا؟ همین تا بگم همین تا برای بگو یاری بابا چی چرسه دیگه بگم دیگ شما بمرده
و بعد تو ببردیم به قبرستون امیر بزر کردیم. خوب آنه کله خراب هیچ نکن. این میای بس همه مایه بزی کنه. گیلک جان میفهمی پیانو چی گفت؟ دیگه شما بمرده. دیگه ما بمرده؟ آه والله چطور دیگه ما مرده؟ بمرده دیگه خدا هم بیامرده. دیگه شما بمرده تو چی میگی لالا؟ بمرده دیگه بمرده نمیبینیش که بمرده دیگه بمرده دیگه بمرده او دفعه جوجه داده یک دیگه شما با بیان دیگه شما میگه بمرده. خداحافظ. بابا بگفتی؟ یاره که گیلک بیعقلیه. بگفتم برای گفتم گیلک تو پیانو میگه که دیگه شما بمرده. خب چی تا گفت؟ اشتباه همیت جام بمرد. برا دیگه آه دیگه چند دقیقه است همیت برا. یعنی دیگه کرایمندی هسته؟ آه همیت دیگه نسوس کلونی یاره 10 کیلو بریم میگیره. خوبه دیگه 10 کیلو دیگه نسوس کلونی. هیچ فکر که الان ما دیگه پاس میدم برای تو خونو که باشه با میگم با بیلا چه کار شو؟ برفتم عباس میگه دیگه شما بمرده. اینه ها کردن همه بند به شمال به در سرای نرفتم. عباس بوده بود دیگه. عباس برده بود. گفتم امو دیگه ما رو بدیم میگه دیگه شما بمرده. نه چی میگه برو که بگو دیگه هم بمرده برو دیگه ما برو بیار بخی. میگم من دیگه هم میموره. نمیموره وخیزه. او کوهیوانی نبوده. یا فقط انسانی باشه که بموره. بگم دیگه نمیموره. نه دیگه نمیموره بگن دیگه بعد دیگه چی حاله؟ دیگه دروغ بس هر ما فیلم بگی بازی میکنه دیگه میستونی با دیگه بمرده. راست میگی خیال میکنه من نمیفهمم. نه از این بعد بگو دیگه چی حاله خدا دیگه بمرده خوب سعی کن تو. اشتک کنیم دست از اینو بابا بخوای یک دیگه بخریم میگه هر دم بیام و برم و زن من فقط یه مال مسخره میکنه. سلام علیکم. کجی رشتنی جانجوره؟ یاری گیلک جو بخیریم سلام. خوب است جانجوره. میگم ما بودم بیامدم انا به پیش عباس برار تو. خوب. گفتم ممو دیگ مار بدیم انا گفت دیگ شما بمرده. خب راست میگه برا جو دیگ ما بمرده. دیگ مار دیگ میگه. شما بمرده. ما برفتم به زن خوب گفتم زن ما میگه که دیگ هم میموره. دیگه که جوجه خونه نمیموره. کاکا جو شما آدم ها خوبی هم هستین. خیر بینی. دیگ هم چیزی میده که بموره دیگ هم میموره. دیگ هم چیزیه که جوجه خونه. خواهموته که جوجه کرده همیتا بمرده دیگه کاکا خوب بگردم. او دیگه که جوجه که ای دیگه هم که بمور. پس ایده که تو میگی ما و شما سر به سر. سر به سر. بیلا چه کار شو؟ آخه او دیگ ما که بیشتر قیمت بیشتر دیگ شما. خونه که قالی یک دم تخت هم هست یک دم تگود هم هست دیگه. هر دم همیشه یه تخت باشه گیلا. برو بخیر بینی. راست میگم این مردم قدیم راست میگفتن که خری نداری به خری هم نمیارزی. با بیلا ما اول خونتما شدیم گفتین دیگ ما جوجه کرده انال این میگه که دیگ شما بمرده. راست میگه انال می دیگ اول اگه نمیبردم این دیگ خودتکا که این دیگ ناسوز ماری اینا به خود نمیگریفتن. بگرم برو میتا بگم بابا چه بابا میکنی؟ گیلک بیا و در زنو بگو برات عباس گفته دیگ شما بمرده دیگ بار بده. خب گفتم برار من عباس به تو بگم که دیگ شما بمرده کاکا دیگه با تو چی؟ نه دیگ ما نمرده دیگ مار بده. بابا با خدا بمرده واقعا بیچاره تکوچه زوم که زوم که؟
برای من میگه دیگم میموره. گفتم کاکا دیگه که جوجه کنه نمیموره. اشتو نمیموره چیزم بکنم. هم دیگ جوجه کتبه دادیم دیگه. آن دیگ شما بمورد. هم کجا بیارین که بدیم. خلاص بلاد. این انانات قدیم بچه میفهمی؟ راست میگم بابا. بمردم. زن برار بله یک پیاله چای به من بیارن که خونکی بمردم برک کم گرم شد. خوبه گیلک چی میگفت اگه غدات میکشید خود حکومت چون بم مرده و چه کار شده چی مرده دیگ میگفت هیچی امی همسایه خوب باش که به شما بگو امی همسایه دیگه رای کرده بودیم دیرو خب چه همسایه؟ امی همسایه ماما شاگل خب ماما شاگل برای دیگ آماده بودن همسایه من دیگه برای او بدادم خب آن امروز گیلک رای کردم برای دیگه بگو برو دیگ مار برو بیا دیگه بیا آورده دیگ جوجه کرده چه جوجه کرده؟ خب دیگ جوجه کرده است گوش کنیم شما دیگ جوجه کرده باز امروز با برای دیگ آمدن با دیگ ببردم حالا بابا من گیلک رای کردم برای دیگ برو دیگ مار برو بیا میگه که دیگ شما بو مرده میگفتم اشته دیگ بو مرده برو دیگ مار برو بیار اشته دیگم میموره خود شما چی گفتیم به جواب گپ پیو؟ خب گفتم برو دیگ بیا دیگ نمیموره دیگه زن برار یک گپی بگم بعد تا میایه نمیای بگین چی گفت نه تو یک عقل کمال حل داری نی هم گیله چرا خوب او که سادی وی چی تام خودی رو بفتدی به میخونه عقل کمال خود دست داری امی دیگ هم جوجه میکنه شما بعد امی دیگ جوجه دارید قبول نمیکردین که حال دیگ شما نمیمرد آخی این کار خواه شما ساده بودیم مثلا شما فیلم بازی کردن این ضربون مثلا مردم قدیم بمونده حال این بسر شما فیلمی تیار کردم دیگ خورده بدادم دیگ کلون شما بستوندم دیگ بم تا خونگاه که نگودشته نی بوم مرده نی همین چی نی همین دیگ جوجه میکنه همین میگم دیگ اشته بوم مرده دیگ خب دیگ بیا آوردن دیگ جوجه کرده خب یک دیگه جوجه دیگه بستونده این خب این چی دیگه دیگ خورده بدادم به شما کلون شما بستوندن دیگ جوجه کرده که دیگه هم بوم مرده وی به خود راست میگی این ضرب مسئله قدیمه نمیشه شما بریم برات دیگ بدر سرا می عباس نو دم سر ماما شاگل نه عباس نو صحیح بریم شما هم دیگه گیلک نمیفهمه گیلک جنجال میکنه مگر شما باشه یک پیاله چای بهم تیار کن باش تا شما بیایم چای تیار میکنم وای